رسم الگوی پیش و پشت شلوار. اندازه های لازمی: شلوار، کمر، باسن کوچک، باسن بزرگ و فاصله هاست. قد کمر تا لبه پایین شلوار. اندازه ها رو یادداشت کنید و تقسیم بندی ها رو انجام بدید تا برای رسم شلوار آنها رو مشاهده کنید. ما از خطکش 1/2 سانتیمتر استفاده میکنیم تا الگوی کامل رو مشاهده کنید. خطی به اندازه فاصله کمر تا باسن بزرگ رو رسم کنید که در اینجا 20 سانتیمتر. از ابتدای خط 1/4 کمر پیش به اضافه 4 سانتیمتر جدا کنید. خط کمر تا باسن بزرگ رو نصف کنید تا باسن کوچک به دست بیارید. از باسن بزرگ 1/4 باسن بزرگ به اضافه 1 سانت رو خارج بشید تا خط باسن بزرگ رسم بشه. برای رسم خط اتوی شلوار این خط که 1/4 باسن به اضافه 1 سانتیمتر بوده رو تقسیم بر 2 کنید، منهای 1.5 کنید و این نقطه رو روی خط باسن و کمر مشخص کنید. نقاط رو به هم وصل کنید و خط کمر تا بلندی شلوار رو علامت گذاری کنید و نقاط به دست اومده رو به هم متصل کنید. از خط کمر تا خط زانو رو روی این خط مشخص کنید. خط بلندی نیش موقع رو از خط کمر بکشید و این اندازه رو از خط کمر پایین بیاین و اندازه فاق 1/20 باسن اضافه شده رو خارج بشه. برای رسم خط کمر جدید 0.5 سانتیمتر پایین بیاین، 1 سانتیمتر داخل بشید و 1 سانتیمتر از خط پهلو بالا برید. خط جدید کمر شلوار پیش رو رسم کنید و این خط رو به باسن کوچه متصل کنید. برای اندازه زانو 1/4 زانو منهای 75 سانتیمتر از هر طرف خط اتوی شلوار جدا کنید. برای لبه پایین شلوار 1/4 دور مچ پای شلوار منهای 75 سانتیمتر از هر طرف خط اتو جدا کنید. نقاط به دست آمده رو یادداشت کنید و خط زانو و خط لبه شلوار رو رسم کنید. برای رسم ساسون پیش شلوار از هر طرف خط اتوی شلوار 1.5 سانتیمتر جدا کنید و خطی به بلندی باسن کوچه رسم کنید تا ساسون کمر پیش شلوار رسم بشه.
خط پهلو رو نقاط به دست اومده رو با خط کش به هم متصل کنید. خط داخل شلوار رو از لبه پایین شلوار به زانو و به فاق با خطکش به هم متصل کنید. برای خط پهلوی شلوار با کمک شاولون خطی از کمر به باسن بزرگ به صورت هلال بکشید. فاق شلوار رو یا با دست یا با کمک شاولون به صورت هلال از باسن بزرگ به فاق شلوار متصل کنید. الگوی پیش شلوار ساده، آسان رسم شد. رسم الگوی پشت شلوار از زانوهای پیش شلوار و لبه پایین شلوار از هر طرف 1 سانتی خارج بشید. روی خط باسن هم 1 سانتی خارج بشید. نقاط به دست اومده رو علامت گذاری کنید و خط بکشید تا این نقاط به هم متصل بشه. خط پهلوی پشت شلوار رو از خط زانو طوری امتداد بدید که از باسن بزرگ به اندازه فاصله کمر تا باسن بزرگ رو بالا بید. با زاویه قائمه باسن پشت رو رسم کنید. 1/4 باسن به اضافه 1 سانت. برای رسم خط کمر از خط پهلو 1/4 باسن بزرگ 1/4 کمر به اضافه 5 سانتی متر رو جدا کنید و نقاط به دست اومده رو به هم متصل کنید. برای رسم فاق از فاق جلو اندازه 1/20 باسن بزرگ رو خارج بشید. خط داخل شلوار پیش رو اندازه بگیرید. اندازه همون خط رو بالا بیایید و نقطه جدید رو برای فاق در نظر بگیرید. هلال فاق شلوار رو با شاولون رسم کنید. برای رسم ساسون کمر شلوار بعد از 2 سانتی متر خط پهلو تقسیم بر 2 کنید و خطی به اندازه 14 سانتی متر برای ساسون پشت در نظر بگیرید و از هر طرف این خط 1 سانتی جدا کنید تا ساسون پشت شلوار رسم بشه. الگوی پشت شلوار رسم شد.